خسته حبک دویدن سنگین رو دوشت بگیر، فریادم و گوشش بگیر، دنیا رو تو گوشش ببین، صبر توی رویش ببین. خستم من از خطای رو میز و جنجال موزیک و مغزای کوچیک، خستم من از بحثای رو وید و فحشای تو دید و لفظای رو بیت. برنامه دیگه سرزبیه بط رو عرق سرد شب و سردرد صبح و بعد هرچی شنیدم حرف مفت و مردهای زنده توبه‌های زنده. اینجا که رزیدنت ایول فکر کنم مریضیش اپیدمی بشه بره. به اون میگن نسل سوخته تنها خسته کوفته با وصل دوخته زخمامونو. بچه رو وضع ما اینه، پسر هنوز تو کف ماشینه، دختر عملی لبه تا سینه، بابا میاد خونه سرش پایینه. اینجا میزنه برادر رفیق کدومه دیگه ندارن هوا همه میشناسن ادا بعد در یه سریا میخرن فرار از تن و برو. همه نسخن انگاری نفس و حبس توی قفسن اجباری، پوشیدن جال باز سره، هر کیم میخواد بره ماه باس بده. همینه عاقبت کار، حال بد شهر و حال بد ما، همه تو فاز نشه جاتن هزینه میکنن واسه تاثیراتش. آره هزینه